چند وقت پیش یکی از مشتریامون که براشون یه قراردادی رو نوشته بودیم زنگ زد و خیلی سراسیمه و نگران گفت آقا بعد از عقد قرارداد مباینامه و قبل از صدور قطعی سند و انتقال قطعی در دفترخونه فروشنده فوت شده. من چیکار باید بکنم؟ خیلی‌ها فکر میکنن که وقتی این اتفاق بیفته قرارداد باطل میشه یا حقشون ضایع میشه. اما ما تو قانون یه چیزی داریم به نام قائم مقامی وراث. این قانون برای مواقعیه که وقتی یک نفر فوت میکنه تمام تعهدات مالی اون به وراث انتقال پیدا میکنه. از اونجایی که مباینامه و انتقال قطعی سند هم نوعی تعهد مالی هستش، توی این وضعیت هم همین اتفاق میفته و اون تعهد انتقال سند به وراث انتقال پیدا میکنه. حالا اینجور مواقع راهکار چیه؟ راهکارش اینه که شما به عنوان خریدار یه اظهارنامه رسمی به وراث بدین و ازشون درخواست بکنین که تو موعد مقرر دفترخونه با داشتن گواهی انحصار وراثتشون حضور داشته باشن و کار انتقال قطعی رو انجام بدن. اما اگر وراث از این کار سر باز زدن و نیومدن چی؟ توضیحاتش رو براتون توی کپشن نوشتم، مطالعه بکنین و اینم بدونید که فرصت برای شماست.